شرایط نامساعد هوا تا نصف روزی دوشنبه امکان نداد که گروه‌های نجات تا مکان سقوط هواپیمای مسافربری ایرانی رسند. فعلا در مناطق کوهی کنار شهر سمیران باران میبارد و تومن و یا مه قفس عملیات جستجوی هواپیما را محدود کرده است. آنچه که تاکنون مشخص شده بر اساس شواهد قرائن این است که سقوط احتمالاً در حوالی بین دو روستای بیده و کهنگان در منطقه پادینا که یه منطقه تقریباً دقیقاً توی ارتفاعات دنا هست، کوه دنا هست و فاصله بسیار زیادی 180 کیلومتر با شهر سمیران داره. تخمین می رود که از میان 65 مسافر و عضو اکیپاژ کسی نجات نیافته است. روز یکشنبه هواپیمای شرکت آسمان در خط سیر تهران یسوج سرنگون شد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که بیش از 100 عضو گروه نجات به منطقه آفت سفربر شده است. تخمینا 70 کوهنورد و ساکنان محلی در جستجوی هواپیمای سرنگون شده کمک میکنند. اینجا قسم کوهاش اکثرا صعب العبور نمیشه بری، ماشینا هم اکثرا اومدن. کل مردم ما از ساعت 10:11 که فهمیدیم از روستای شهید، قسمت دنگزلو، قسمت اینا رو همه رو گشتیم ولی پیدا نکردیم، چیزی پیدا نشده. پیاده رفت اونجا پیاده میشه ولی الان که بارندگی و منطقه کوهستانی امکانش خیلی سخت. چرخبال‌ها 2 دفعه کوشش کردند که باقی مانده های هواپیما را پیدا کنند ولی شرایط نامساعد هوا آنها را بازگرداند.